بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند بزرگ. سلام دوستان عزیز، خوش آمدین به یک درس تازه از آموزش زبان انگلیسی. ما قبلا 12 زبان اصلی انگلیسی را یاد گرفتیم. امروز میریم به یکی از مهمترین موضوعات زبان انگلیسی یا افعال کمکی، مدل یا مدلز وربز. اینا کلمات خاصی هستند که کمک میکنن منظور خود را دقیق تر بیان کنیم، توانایی، اجازه و غیره. مدل وربز چی است؟ مدل وربز افعال کمکی هستند که همراه فعل اصلی می آیند و معنی جمله را تغییر میدن. مثال I can swim، من می توانم شنا کنم. You must study، تو باید درس بخوانی. افعال کمکی هستند که همراه فعل اصلی می آیند و معنی جمله را تغییر میدن. مهمترین افعال مدل وربز اینها پرکاربردترین مدل ها هستند که یک can است یا can، توانستن، اجازه داشتن. I can speak English، من می توانم انگلیسی صحبت کنم. دوم could، احتمال است، توانستن در گذشته. I could run fast when I was young، وقت جوان بودم می توانستم تیز بدوم. سوم می است، احتمال یا اجازه رسمی. It may rain tomorrow، ممکن است فردا باران بیاید یا ببارد. چهارم میت است، احتمال ضعیفتر از می است. She might come later، ممکن است او بعداً بیاید. و پنجم must است یا must، ضرورت، اجبار. You must wear a seat belt، تو باید کمربند ایمنی ببندی. ای از مهمترین افعال هستند که مربوط به مدل ورب میشن. و ششم شود است، توصیه یا وظیفه اخلاقی. You should drink more water، تو باید آب بیشتر بنوشی. هفتم شل است، بیشتر در انگلیسی بریتانیایی برای پیشنهاد یا آینده استفاده میشه. Shall we go بریم. هشتم ویل است، آینده ساده. I will call you tomorrow، من فردا به تو زنگ میزنم. نهم would است، حالت شرطی داره. ادب I would help you if I could، کمکت میکردم اگر میتوانستم. مدل وربز، نکات مهمش در استفاده از خود مدل وربز. یک، همیشه بعد از مدل ورب فعل اصلی به صورت ساده می آید بدون ed، s یا ing. مثلا he can play football، درست، و he can plays football اس گرفت، ای درست نیست. دو، مدل وربز زمانها را مستقیم نمیگیرن برای زمان گذشته یا آینده. در گذشته I could swim، آینده I will be able to swim. و سوم منفی ساختن خیلی ساده است، فقط not اضافه میکنیم. مثلا I cannot، میتونی can't بگوی، I cannot go. You should not یا shouldn't smoke. چهارم سوالی ساختن هم آسان است، مدل را در اول جمله میاریم. Can you help me؟ Should I call her؟ این است از پرکاربردترین دوستان. تمرین کوچک براتون آورده ایم، جمله ها را تکمیل کنید. یک، I خانه خالی speak 3 languages. دوم you خانه خالی not park here. سوم خانه خالی I open the window. و چهارم he said he خانه خالی help us tomorrow. چون سلایدا زود میره دوستا، امی قسمی ساخته شده، ما زودتر درس میتیم. خلاصه درس امروز یاد گرفتیم که مدل وربز افعالی هستند که معنی جمله را تغییر میتن و برای توانایی، اجازه، احتمال، ضرورت و پیشنهاد استفاده میشود. پرکاربردترینشان can، could، might و مو چیزایی بود که ما قبلا براتون در درس یا سلایدهای قبلی گفته بودیم. دوستای عزیز، این بود درس امشب ما. چون سلایدهایی که ما میسازیم عمیق وقت داره، تا درس بعدی خداحافظ.